از 6 دهه از فاجعه غصب فلسطین می‌گذرد. عوامل اصلی این فاجعه خونین همه شناخته شده اند و دولت استعمارگر انگلیس در رأس آنهاست که سیاست و سلاح و نیروی نظامی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی آن و سپس دیگر دولت‌های مستکبر غربی و شرقی در خدمت این ظلم بزرگ به کار افتاد. ملت بیپناه فلسطین در زیر چنگال بیرحم اشغالگران قتل عام و از خانه و کاشانه خود رانده شد. 32 سال از عمر نکبت بدین ترتیب سپری شد، ولی ناگهان دست قدرت خداوند ورق را برگردانید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اوضاع این منطقه را زیررو کرد و صفحه جدیدی را گشود. در میان تأثیرات شگرف جهانی این انقلاب از همه سریعتر و آشکارتر ضربه به دولت صهیونیست بود. امام بزرگوار ما اعلام کردند که یکی از هدفهای این انقلاب آزادی سرزمین فلسطین و قطع غده سرطانی اسرائیل است. بدین گونه خون تازه‌ای در رگ‌های فلسطین دمیده شد. گروه‌های مجاهد فلسطینی مسلمان سر برآوردند. مقاومت لبنان جبهه نیرومند و تازه‌ای در برابر دشمن و حامیانش گشود. فلسطین به جای تکیه به دولت‌های عربی و بدون دست دراز کردن به سوی مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل، این که شریک جرم دولت‌های استکباری بودند، به خود، به جوانان خود، به ایمان عمیق اسلامی خود و به مردان و زنان فداکار خود تکیه کرد. این کلید همه فتوحات و موفقیت هاست. آنچه رژیم صهیونیست را تهدید می کند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و آنجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمی‌خواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشانده‌شان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته آن موشک‌ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون